سلام، امیدوارم که حالت عالی باشه. من برای این سگ‌ها غذا آورده بودم، هر روز میارم، ولی دیروز دیدم یکی از سگ‌ها داره جرب میگیره و کوچیکه. رفتم براش دارو گرفتم و آوردم. خوشبختانه امروز تنها بودم، همشونم جلو در جمع شدن، تونستم راحت بهشون غذا بدم، دارو بدم و با خیال راحت بخورن. این سگ یکم خطرناکه، به خاطر همین من از پشت نرده ها بهش غذا میدم و سعی کردم 4-5 تا بهش بدم که با یه دل سیر بخوره، حیوانکی همیشه گرسنه است. بعد این یکی سگ که میبینید داخل این گوشته من آیورمکتین داروشو با قرص ضد انگل ریختم. البته برای همه سگ‌هایی که اینجا هستن قرص ضد انگل دادم. این سگی که میبینید این خودش جرب گرفته جدیدن، آوردم داخل که نتونن غذاشو ازش بگیرن و در آخر بهش اسپری هم زدم روی زخمهاش که ایشالله هر روز تکرارش میکنم. این سگم حامله است، بهش سعی کردم که غذا بدم و بعد از اینکه غذاشم خورد اینجوری دراز کشیده بود. سلام، امیدوارم که حالت عالی باشه. من برای این سگ‌ها غذا آورده بودم، هر روز میارم، ولی دیروز دیدم یکی از سگ‌ها داره جرب میگیره و کوچیکه. رفتم براش دارو گرفتم و آوردم. خوشبختانه امروز تنها بودم، همشونم جلو در جمع شدن، تونستم راحت بهشون غذا بدم، دارو بدم و با خیال راحت بخورن. این سگ یکم خطرناکه، به خاطر همین من از پشت نرده ها بهش غذا میدم و سعی کردم 4-5 تا بهش بدم که با یه دل سیر بخوره، حیوانکی همیشه گرسنه است. بعد این یکی سگ که میبینید داخل این گوشته من آیورمکتین داروشو با قرص ضد انگل ریختم. البته برای همه سگ‌هایی که اینجا هستن قرص ضد انگل دادم. این سگی که میبینید این خودش جرب گرفته جدیدن، آوردم داخل که نتونن غذاشو ازش بگیرن و در آخر بهش اسپری هم زدم روی زخمهاش که ایشالله هر روز تکرارش میکنم. این سگم حامله است، بهش سعی کردم که غذا بدم و بعد از اینکه غذاشم خورد اینجوری دراز کشیده بود. سلام، امیدوارم که حالت عالی باشه. من برای این سگ‌ها غذا آورده بودم، هر روز میارم، ولی دیروز دیدم یکی از سگ‌ها داره جرب میگیره و کوچیکه. رفتم براش دارو گرفتم و آوردم. خوشبختانه امروز تنها بودم، همشونم جلو در جمع شدن، تونستم راحت بهشون غذا بدم، دارو بدم و با خیال راحت بخورن. این سگ یکم خطرناکه، به خاطر همین من از پشت نرده ها بهش غذا میدم و سعی کردم 4-5 تا بهش بدم که با یه دل سیر بخوره، حیوانکی همیشه گرسنه است. بعد این یکی سگ که میبینید داخل این گوشته من آیورمکتین داروشو با قرص ضد انگل ریختم. البته برای همه سگ‌هایی که اینجا هستن قرص ضد انگل دادم.